صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، وقتی که توجه خود را به این دنیای بزرگ و تغییرات و تحولات آن میاندازیم، خودمون را سرگردان و آواره میبینیم، زیرا در همه جا بدبختی و ظلم و ستم، قحطی و گرسنگی، جنگ و خونریزی، بی انصافی و شرارت و ظلم است و دلمان که طالب صلح و سلامتی است نمیتواند جایی برای خود بیابد. پس به درگاه تو میاییم تا از تو تمنا کنیم که ما را از صلح و سلامتی خود بی بهره مگذار و در عوض بگذار که آرامش تو آنچنان در ما باشد که هیچ چیزی در این دنیا نتواند آن را از ما بگیرد. میدانیم که ای خدا، کلام تو جان و روح ما را آرامی آسمانی میبخشد، زیرا هر وقت ندای مقدست را میشنویم روح و روانمان شاد میشه و زنده میگردد. پس بارالله اکنون به درگاه تو آمده ایم تا کلامت را بشنویم. تمنا این که ما را از هر ناراستی و پریشانی فکر و نگرانی آزاد کن تا در پاکی و آرامش و با تمامی جان و حواس و فکر و هستی خود به تو گوش بدهیم و کلامت را به جان بپذیریم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح کلمه تو می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گمشدگان را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که به لطف خدای مهربان خوش و سلامت باشید و اشتیاق روحانی برای شنیدن کلام خدای تعالی را داشته باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و از انجیل مقدس، زندگی و تعلیمات و اوامر نجات دهنده جهان و یگان ناجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح براتون بخونم تا شما که حقجو هستید و میخواهید در میان این همه راههایی که ادعا میکنن یگان راه حقیقت هستند طریق واقعی خدا را بیابید و از آن پیروی کنید. با مطالعه زندگی عیسی مسیح و مقایسه کردن زندگیش با دیگران می توانید به آرزوی قلبی خودتون برسید. زیرا عیسی مسیح می گوید همه چیز را تحقیق کنید، همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. و من و شما اگر عاقل هستیم این نصیحت عالی را حتما به جان می خریم. ما از فصل اول انجیل مقدس این جاودان کلام خدا براتون خواندیم و درباره موضوعات آن توضیحاتی نیز به عرضتان رسانیدیم. حالا در ادامه مطالعه زندگی عیسی مسیح به فصل 12 انجیل مقدس متی رسیدیم که در برنامه این ساعت از آیه 21 تعلیمات او را دنبال می‌کنیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید.
در فصل 12 ما با تغییر مسیر رفتار و حرکت رؤسای دینی یهود نسبت به عیسی مسیح روبرو می‌شویم، زیرا او بر علیه آنچه که آنان به خورد مردم به اسم قانون خدا می‌دادند قیام نموده و حتی رؤسای مذهبی را متهم به بی‌انصافی و ظلم می‌کند. رؤسای دینی وجود عیسی مسیح را در اجتماع برای منافع خود خطری بس بزرگ می‌دانند. پس به فکر چاره‌ای می‌افتند تا به طریقی از شر او خلاص شوند و اگر ممکن است او را به قتل برسانند. از آیه 22 ما با تهمت‌های ناروای یهودیان به عیسی مسیح روبرو می‌شیم، آن هم در موقعی که معجزه می‌کند. اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 12 انجیل متی بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. گوش کنید که چه می‌فرماید. آنگاه دیوانه کور و گنگ را نزد عیسی آوردند و عیسی او را شفا داد، چنانکه آن کور و گنگ گویا و بینا شد. و تمامی آن گروه در حیرت افتاده گفتند آیا این شخص پسر داوود نیست؟ لیکن فریسیان شنیده گفتند این شخص دیوها را بیرون نمی کند مگر به یاری بلزبول رئیس دیوها. عیسی خیالات ایشان را درک نموده بدیشان گفت هر مملکتی که بر خود منقسم گردد ویران شود و هر شهری یا خانه‌ای که بر علیه خودش منقسم گردد برقرار نماند. لذا اگر شیطان را بیرون کند هر آینه برخلاف خود منقسم گردد، پس چگونه سلطنتش پایدار بماند؟ و اگر من به واسطت بلزبول دیوها را بیرون می کنم، پسران شما آنها را به یاری که بیرون می کنند؟ از این جهت ایشان بر شما داوری خواهند کرد. لیکن هرگاه من به روح خدا دیوها را اخراج می کنم، هر آینه ملکوت خدا بر شما رسیده است. در این آیات ملاحظه می کنیم که رؤسای دینی یک شخص دیوانه‌ای را که هم کور بود و هم لال بود پیش عیسی مسیح می آورند و عیسی مسیح با کلامی او را شفا می دهد، به طوری که او نه فقط از دیو رهایی می یابد بلکه بینا میشه و شروع به حرف زدن هم میکنه. در آیه 23 می بینیم که مردم وقتی این چنین معجزه‌ای را می بینن در شگفت میشن. قدرت خدا در برابرشون آشکار شده. به همدیگر میگن که نکند که این عیسی همان مسیح موعود است. وقتی فریسیان متوجه میشن که مردم محو قدرت عیسی شدن و او را همان مسیح موعود یا شخص موعود میدانند، شروع به قیام کردن بر علیه عیسی میکنن و برای توجیه معجزه‌اش که او از جانب خدا نیست گفتن که ای مردم، این شخص یعنی عیسی این معجزات را از آن جهت میتونه انجام بده که خودش صاحب شیطان و رئیس دیوهاست، از خدا قدرت نداره. رؤسای مذهبی نمیتوانستن بگن که این معجزه عیسی چشم بندی بوده و یا حقیقی نیست. چرا؟ چون همه مردم اون شخص رو میشناختن و حالا در برابر چشمانشون صحیح و سالم و عاقل نشسته. نمیتوانستن منکر معجزه مسیح باشن. پس برای اینکه افکار عمومی را از حقیقت الهی دور کنند، عیسی را همکار دیوها و یار شیطان میخوانند و میگویند علت این که عیسی قادر این معجزات را بکنه اینه که او از نیروی اهریمنی پره. چرا؟ چون یهودیان معتقدند که شیطان نیز صاحب قدرت معجزه هم هست. حالا عیسی مسیح در پاسخ جواب یهودیان و یا در عکس العمل نسبت اونها از آنها سوال میکنه که این سوال سبب شرمساریشون میشه و البته جواب سوال آنها نیز میباشد. او ابتدا با دادن این توضیح و یا مثل میگوید که هر حکومتی که به دسته‌های مخالفش تقسیم بشه نابودیش حتمیه و همچین شهر یا خانه‌ای که تقسیم بشه از داخل تقسیم بشه برقرار نمیمونه. مسیح با بیان این داستان واقعا و یا این مثل میخواد واقعا ثابت کنه که او قدرت خدایی رو داره. حالا میگوید چطور امکان داره که من اگر صاحب نیروی اهریمنی هستم بر علیه صاحب نیرو قیام کنم؟ آیا میشه که من از شیطان قدرت بگیرم و بر علیه خودش به کار ببرم؟ جواب مسلماً منفیه. و بعد به آنها میگوید تازه اگر شما معتقدی که من با نیروی شیطانی ارواح ناپاک را بیرون میکنم، پس هم مسلکان شما با چه نیرویی روحهای ناپاک را بیرون میکنن؟
یعنی اگر قبول ندارید که من توسط قدرت خدا ارواح پلید را نهیب و اخراج میکنم، پس آنانی که از خودتون هستند و این کار را میکنن چه؟ آیا آنها هم از شیطان قدرت میگیرن؟ جواب البته منفی است. بنابراین مسیح در دنباله گفتارش از آیه 28 به آنها میگه که ولی اگر من به وسیله روح خدا روح‌های ناپاک را بیرون میکنم، به وسیله قدرت خدا این معجزات را میکنم، پس بدانید که سلطنت خداوند در بین شما شروع شده است. به عبارت دیگر، حالا که به شما ثابت شده که من این معجزه را با قدرت الهی انجام میدم، باید بپذیرید، باید قبول بکنید. چاره‌ای ندارید که بپذیرید که من عیسی همان مسیح موعود هستم. به کلام دیگر، تا دیر نشده است، بهتر شما به جای انتقاد گیری، به جای اینکه فقط جنبه منفی داشته باشید، به جای اینکه مردم را فریب بدید، به جای اینکه بر علیه من قیام کنید، به من ایمان بیاورید. و به آنها در آیه 29 میگوید اگر با من نباشید در واقع بر علیه من رفتار میکنید، یعنی بر علیه مسیح موعود، کسی که صاحب قدرت خداونده. و یا به طور غیر مستقیم میگه شما که خیلی مذهبی هستید، خودتون با اعمالتون، با رفتارتون، با گفتارتون دارید بر علیه خدای تعالی قیام میکنید. چرا؟ چون معنی این آیه که میفرماید کسی نمیتواند حکومت را از چنگ شیطان بیرون بکشد مگر اینکه اول او را ببندد و فقط در این صورت میشود روح‌های ناپاک او را بیرون کرد و هر کسی که به این با من نیست بر ضد من است همینه. مسیح میگوید که هیچ کس نمیتونه قدرت شیطان را نابود کنه مگر اینکه اول اینقدر نفوذ داشته باشه، قدرت برتری داشته باشه بر شیطان که بتونه رو دستگیر کنه، به اصطلاح در بند بیاره. و میگوید فقط قدرت خداونده، فقط روح القدس که میتوانه بر نیروی اهریمن غلبه کنه. بعد میگوید که اگر شما با من نباشید بر ضد منید، یعنی در واقع همکار اهریمن هستید. از آیه 31 الی 37 سپس مسیح یک موضوع بسیار مهمی رو در برابر ما قرار میدهد. اجازه بدید اول آیات رو براتون بخونم. مسیح میفرماید از این روح به شما میگویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می شود، لیکن کفر بر روح القدس از انسان عفو نخواهد شد. و هر که برخلاف پسر انسان سخن گوید آمرزیده می شود، اما کسی که برخلاف روح القدس گوید در این عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده نخواهد شد. یا درخت را نیکو گردانید و میوه‌اش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوه‌اش را فاسد، زیرا که درخت از میوه‌اش شناخته می شود. ای افعی زادگان، چگونه می توانید سخن نیکو گفت و حال آنکه بد هستید؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن می گوید. زبان از زیادتی دل سخن می گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می آورد. لیکن به شما می گویم که هر که سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. هر سخن باطل که مردم گویند سخن آن را در روز داوری خواهند داد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. در این آیات عیسی مسیح مطالبی چند برای ما آشکار می‌کند که تا به حال هیچ کس از آن اطلاع نداشت. در آیه 31 و 32 می‌فرماید اگر کسی حتی به من کفر بگوید و یا گناه دیگری بر علیه من مرتکب بشه، من او را می‌بخشم. ولی بدانید که بی حرمتی به روح پاک خدا را هیچ وقت نمی‌توان بخشید. کاری که یهودیان داشتن می‌کردن، نه در این دنیا و نه در آن دنیا. حالا معنی این آیه چیه؟ چرا مسیح میگوید که گناهی که بر علیه روح پاک خدا باشه بخشیده نمیشه؟ دوستان عزیز، عیسی مسیح به ما میگوید که هیچ گناهی نیست که تا دیروز انجام داده اید و مرتکب شده اید قابل بخشش نباشه. دقت کنید، هیچ گناهی نیست که تا دیروز انجام داده اید قابل بخشش نباشه. یعنی هر گناهی که تا دیروز شما مرتکب شده اید، چه بزرگ چه کوچک، همه قابل بخششه. ولی گناهی هست که اگر امروز مرتکب شوید، دقت کنید، گناهی هست اگر امروز مرتکب شوید قابل بخشش نیست.
مسیح میگوید اگر به من تهمت بزنید، اگر مرا حقیر بشمارید، من شما را میبخشم. کینه‌ای به دل نمیگیرم. چرا؟ چون شما انسانید و هنوز منو نمیشناسید. ولی اگر به روح القدس کفر بگویید، این کفر غیر قابل بخششه. مقصود از کفر گفتن به روح پاک خدا نه الزاماً جملات زشت بر زبان آوردن، بلکه به معنی رد کردن و نپذیرفتن آن می باشد. برای اینکه به اهمیت این جملات پی ببریم و بیشتر مقصود مسیح را در این مورد درک کنیم، لازمه که بدانیم روح القدس کیه و کارش چه می باشه، زیرا در آن صورته که میفهمیم مقصود مسیح از این آیات چیه. کلام خداوند میگوید که روح القدس روح پاک و مقدس خداست و اینکه خدا روح است. روح القدس در واقع خود خداست که با بشر سخن میراند. یکی از طریق‌هایی که خدای تعالی برای متجلی ساختن خودش به بشر مورد استفاده قرار میدهد، کلام خدا میگوید که کار روح القدسه، از طریق روح القدسه. و اینکه کار روح القدس در زندگی ما نه فقط متجلی ساختن خداست، بلکه ملزم ساختن من و شما به خطایا و گناهانمونه. یعنی وقتی که روح خدا در ما قرار بگیره، وقتی در حضور خدای قدوس قرار بگیریم، روح او ما را به خودمون میشناسانه، ما را متوجه خطایامون میکنه، نشون میده که اشتباه در زندگیمون هست، نشون میده که دروغ گفتیم، در گناه افتادیم، خیانت به خدا کردیم. روح خدا نور الهیه که ما را به خودمون میشناسه، آینه است که ما قادریم ضعف‌ها، مشکلات، گناهان و خطایای خود را در خود ببینیم و بعد متوجه بشیم که چقدر نیازمند خداییم و بیاییم به درگاه خدا تمنای بخشش کنیم، به گناهان خودمون اعتراف کنیم. دوستان عزیز، روح خدا معیاری است آسمانی که به ما عطا شده تا هر عملی را که انجام میدهیم مورد آزمایش قرار بده و به من و شما بگه که آیا موافق اراده خدا زندگی کردیم یا نه. با دانستن این مطلب، دلیل این که کفر به روح القدس بخشیده می شود و یا گناهی است که نابخشودنیه برای ما در واقع آشکار میشه. زیرا مسیح میگوید کسانی که روح القدس خدا را رد کنند، کسانی که نسبت به گفتار و عکس العمل و درخواست روح خدا بی توجه باشند، بدون شک از بخشش خدا هم محروم خواهند شد و در نتیجه در گناه برای همیشه تا ابدالآباد باقی مانده و هرگز از فیض خدا بهره نخواهند گرفت. برای همین است که گفتیم هر گناهی که تا دیروز انجام داده اید قابل بخششه، اما گناهان امروز بستگی به پذیرفتن و یا رد کردن روح خدا در زندگیتون داره. اگر شما صدای خدا را که امروز در قلبت میشنوی و شما را دعوت به قدوسیت میکند بپذیرید، شما جزو بخشیدگانید. در غیر این صورت رد کردن روح خدا رد کردن خواسته خداست، رد کردن خود خداست و رد کردن خدا یعنی رد کردن بخشش او و بی حرمت ساختن او و در نتیجه افتادن در جهنم. سپس عیسی مسیح از آیه 33 از ما میخواهد لااقل توسط اعمالی که او انجام داده است دلهای سخت خود را خرد کنیم و بپذیریم که او همان مسیح موعود است. او یگانه امید ما انسان ها می باشد. به رهبران مذهبی میگوید درخت را باید از میوهش بشناسید. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد. دوستان عزیز، این کلام مسیح باید بهترین معیار ما برای سنجش راستی و راه حق باشه. درخت در اینجا نشان انسان و یا راه آدمی است. برای شناخت راه خدا من و شما باید به رهبران مذهبی توجه کنیم، اما به اعمالشون، نه الزاماً فقط حرفایشان. اگر کسی ذات و وجودش تسلیم خدا بوده و از جانب خدا برگزیده شده باشد، هرگز کوچکترین خطا و اشتباه و عمل نادرست و هیچ صفات انسانی که ثمره گناه باشد در خودش نخواهد داشت و آنچه که خدا گفته است را عیناً خودش عملی میکنه و برای مردم نمونه میشه. مثلا خدا گفته قتل نکنید و در عوض همه را محبت کنید. خدا به انسان زندگی عطا کرده، بنابراین خدا مخالف قتل و مرگه. حالا یک شخصی که از جانب خدا باشه هیچ وقت حتی برای پیشبرد مقاصد به ظاهر آسمانی خودش
قتلی نخواهد کرد. چرا؟ چون خدا قتل کردن را منع کرده. مسیح میگوید به اعمال من نگاه کنید و به اعمال دیگرانم نگاه کنید. این دو را با هم مقایسه کنید. ببینید کدام راه خداست. آنان که میگویند قتل نکنید ولی خودشون به اسم خدا آدم میکشند، آیا آنان از خداست؟ در ادامه گفتارش در آیه 34 و 35 به رؤسای مذهبی میگوید ای افعی زادگان، چگونه میتوانید سخنان نیکو بگویید و حال اینکه ذاتتان بد است؟ زیرا که زبان از زیادتی دل سخن میراند. عیسی به رؤسای دینی که آنها را بچه مارها خطاب میکند میگوید شما با حرفای خوب مردم را فریب میدهید ولی میگویید که این کار را بکنید اون کار را نکنید، منتهی ذات خودتون بده. در واقع خودتون هیچ وقت نیکویی نمی کنید. نیکویی واقعی از شما بیرون نمیاد، هرچه هست ظاهریه. زیرا وقتی درون آدمی، قلب و نیت آدمی بد باشه، مثل درختی میمانه که ریشه و تخم بد داشته باشه و مسلماً میوهش هم تلخکامه. به عبارت دیگر عیسی میگوید در شما چیز خوبی وجود نداره مگر اینکه ذات و نیت و فکر و قلبتون عوض بشه. در غیر این صورت آنچه میکنید تظاهر و ریاست و در نظر خدا مردود است. میخواهید خوبی کنید و میخواهید خودتون رو خوب و مؤمن نشان بدید اما باطن کثیفی دارید. میگوید از حرفای یک آدم، از اعمال آدم میتونیم بفهمیم که در باطن و زندگی او چیه، در افکار او چیه. همینطور حرفایی که آدم میزنه اگه حرف بد باشه اندوخته دل بد اون رو آشکار میکنه. مسیح میگوید این را هم به شما بگویم که برای هر حرفی که میزنید باید در روز داوری به خدا حساب پس بدهید. بنابراین از حالا حرفهای شما، از حالا این حرفایی که میزنید سرنوشت ابدی شما را تعیین میکنه. چرا؟ چون به وسیله حرفایتون یا تبرئه میشوید و یا محکوم. دوستان عزیز، شخص حکیم قبل از حرف زدن فکر میکنه. جملاتی را که قصد داره بیان کنه رو اول میسنجه و بعد حرف میزنه. نسنجیده حرف نمیزنه، روی احساسات حرف نمیزنه. چرا؟ چون حرف زدنهای او نه فقط شخصیت او را آشکار میکنه و نحوه فکرش رو روشن میکنه، بلکه در قبال حرفایش مسئولیت داره. یعنی آنچه را که میگوید باید پاش بیسته. لااقل بایستی اینطور در برابر خدا جواب بده. عیسی مسیح به رؤسای مذهبی اخطار میداد که بی جهت حرف نزنید، بی جهت تهمت نزنید، بی جهت قضاوت نکنید. وقتی چیزی رو نمیدانید سکوت کنید و اگر مشکوکید حکیمانه رفتار کنید. و بعد به آنان یادآور میشه که در روز داوری نه فقط آدمی باید به خاطر هر عملی که انجام داده یا میبایست انجام میداد در حضور خدا جواب میده، بلکه هر جمله و کلمه‌ای که از دهانش هم صادر شده بایستی پای حرفاش بیسته و به خدا جواب بدهد. دوستان عزیز، اگر در این آیه تفکر و تعمق کنیم متوجه میشویم که چقدر مسئولیت سنگینی در قبال حرفایی که داریم، حرفایی که میزنیم داریم. در واقع بایستی من شخصا اعتراف کنم که به وسیله حرفام محکوم هستم. هر روز 1000 بار قسم میخوریم، هر روز نام خدا را باطل میبریم، هر روز فوش از دهانمون بیرون میاد، هر روز حرفای رکیک میزنیم که باعث زخمی شدن روحیه مردم میشیم. دوستانمون رو با حرفامون سرفکنده میسازیم، خار میشماریم و به وسیله حرفامون برای خودمون دشمن به وجود میآوریم. به وسیله حرفای خودمون آتش کینه رو در قلب‌های دیگران به وجود میآوریم و با سخنچینی میان مردم خون به راه میاندازیم. راستی هیچ فکر این رو کردید؟ تا به حال فکر کردید که در روز محشر خدا نه فقط به خاطر اعمالمون بلکه به خاطر حرفایی که زدیم داوری خواهد کرد؟ مسیح میگوید هر حرفی که بزنید در برابر خدا بایستی جوابش را بدهید. وقتی که این حقیقت را میبینیم من شخصا اعتراف میکنم که من نیازمند نجات دهنده هستم، محتاج به رحمت خدایم، چون میدونم با حرفایم روحیه بسیاری را آزرده کردم. میدونم با حرفایم انسانهای بسیاری را ناامید و ضعیف ساختم و چه بسا مانع پیشرفت برادران و خواهرانم شدم. من
محتاج به رحمت خدا هستم. من محتاج به نجات دهنده هستم که مرا از این عمل محکومیت برهاند، چون میدونم که خودم رو نمیتونم اصلاح کنم. و کلام خدا به من نشان میده که حرفای ما از خزانه دلمون صحبت میکنه، از آنچه که در ذات و نیت خودمون داریم ریشه میگیره و بر لبامون جاری میشه. حتی اگر امروز هم دوستان من تصمیم میگیرم که حرفای رکیک دیگه به زبان نیاورم، ما را از ذات ناپاکمون آزاد نمیکنه، بلکه باید ما ذاتمون رو عوض کنیم تا پاک بشیم. باید صاحب قلبی نو بشیم تا چیزهای نو و خوب از اون جاری بشه. انجیل مقدس نه فقط درد نشون میده، بلکه درمان هم میده. میگه آنچه که تو نیاز داری از نو تولد شدنه، از نو مولود شدنه و از نو صاحب شخصیت شدنه. زیرا تنها در این صورت است که می توانیم وارد ملکوت خدا بشویم، یعنی از داوری الهی روسفید در بیاییم، در حضور خدا شرمنده و رسوا نشویم. و ای عزیزانم، ای هم میهنانم، ای نور چشمانم، بیایید در این آیه که عیسی مسیح میفرماید تفکر و تعمق کنید. عمیقاً و صادقانه کلاه خودتون رو قاضی کنید. حرفای شما از حالا سرنوشت شما را تعیین میکنن، چون به وسیله حرفایتان یا تبرئه میشوید و یا محکوم. کلام خدا عیسی مسیح امروز از ما میخواهد و میخواهد ما را کمک کند که از نو بنا شویم، از نو آفریده شویم و یک موجودی تازه شویم، از نو تولد شویم. راستی آیا شما میخواهید که یک شخصیت تازه بشید، از حرفای زشت، عادات زشت آزاد شوید و از نو مولود شوید؟ دعوت عیسی مسیح را رد نکنید. او امروز از من و شما دعوت میکند که به حضورش بیاییم و میخواد ما را یاری بده، قدرت روح القدس را به ما بدهد. شرطش اینه که من و شما حاضر باشیم دعوت او را بپذیریم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر امیدوارم مواظب حقیقت باشید، مواظب گفتارتون باشید، حقیقت را یافته و از آن پیروی کنید و دعوت مسیح را فراموش نکنید که حاضر با قدرت روح القدس شما را در این امر یاری بدهد. خدا یارتون باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.